وسایل مورد نیاز برای کوتاهی مو خودمون. به شونه شماره 4. قیچی، شونه، گیره مو و موپرون. بریم که شروع کنیم. خب بچه، برای شروع کار ما از این قسمت تا این قسمت جدا میکنیم. این مربع برای جدا کنم. شونه شماره 4 رو میذارم رو ماشین. خب شروع کنیم. تمام دور تا دور مو، پشت، جلو، بغل همه رو با همین شماره 4 کوتاه می‌کنیم. بریم داشته باشیم. ببینید این موهای اضافه این قسمت رو 0 میذاریم، یعنی شونش رو در میاریم بدون شونه. اینا رو آروم میگیریم. ببینید این قسمت یه تیز بهش میگیریم. قسمت جلویمون، این جلوی مو رو می‌خوایم کوتاه کنیم. رسیدیم به قسمت جلوی سر. خب ببینید یک لایه جدا می‌کنیم بشنم بلکه قاطی نشه دوباره. اینو نزدیک زدیم حالتش در ریشه میزنیم که با اون مو قاطی نشه. اینجا دیگه بستگی به شما داره که بخواید جلو موتون چقدر کوتاه باشه. میخوام اینقدر کوتاه کنم. شاید چالشی ترین قسمتش فقط همین قسمت جلوی
مو باشه بچه‌ها. همیشه برای همه سوال بود که من چجوری موهامو خودم کوتاه میکنم. کسی باورش نمیشد من خودم موهامو کوتاه میکنم بچه‌ها. ببینید باید یه خط صاف داشته باشیم. بریم لایه بعدی. اگه دیدید موهاتون خودش وای میسته دیگه نیازی نداره که باز گیره بزنید. این تیکه تیکه بردارید از قسمت عقب یه الگو بگیرید. ببینید مشخصه مویی که مال قسمت پشت کوتاه‌تر، شما این قسمت رو به اون قسمت میرسونید. ببینید شبیه که شخصیت کلاسی ولی نه موهاش شکلیه. و اینکه بچه‌ها حتما قبلش موهاتون رو بشورید. من نشستم چون تازه رفته بودم ولی حالت گرفته موهای من. برای همینه که مثلا به هر طرف چیز می‌کنم اینجوری بالا وای میسته. کلا برای کوتاهی مو حتما باید مو تمیز بشه. ببینیم بچه‌ها چقدر خوشگل میشه. من خودم که خیلی حال میکنم با کوتاهی موها. من خیلی دوست دارم این کوتاهی رو. الان درستش کنم بهتون نشون بدم. ببینید الان فقط یه بار دستم کردم تو آب زدم به موهام. ببینید شما هم میتونید مو رو مدار بالا حالتش بدید. ببینید چقدر قشنگ میشه. هم بچه ها من اینجوری دوست دارم خیلی. این ورژن مدل مو رو خیلی دوست دارم. یعنی کل موهاتون از پشت تا جلو همه بره یه طرف. اینجوری میتونین قشنگ شما دیزاینش کنید. ببینید من این حالتم هم خیلی دوست دارم. همه موهام بره بالا. چتریم یه ذره بیاد پایین.
ببینین چقدر خوشگل میشه. من خودم عاشق این کوتاهی. خب امیدوارم که شما هم دوست داشته باشید، کوتاه کنید و به منم بگید که چجوری کوتاه کردید. ازتون ممنونم. لطفاً لایک کنید، زنگوله رو فعال کنید. هر بار براتون ویدیوهای خیلی قشنگی میذارم. خداحافظ.